یه دستگاه خفن از وپو درگ کیو، یه دستگاه بالا جمع و جور. بریم واسه معرفیش. سلام به ایپی بکسی دوست داشتنی عزیز. امروز میخوایم یه دستگاه باحال خوش دست، یه پادماد باحال از برند وپو خدمتتون معرفی کنم. از سری کویلای جدید وپو استفاده میکنه، سری کویلای آیتیو. تمرسانیش بی‌نظیر، کیفیت باحال. این البته من اینجوری تعریف میکنم چون خودم خیلی بهش علاقه دارم و شاید دوستای دیگه که بخواین دستگاه رو معرفی کنن زیاد با میلشون نباشه. من چون واقعا از متریال ساخت، طراحی دستگاه و تمدهی که میده خیلی خوشم میاد. بریم آنباکسش کنیم ببینیم دستگاه داخلش چیه هست. توضیحاتش هم در حین آنباکس دستگاه خدمتتون عرض میکنم. این دستگاه پکیجش چجوری باز میشه حالا؟ خب باید از این ور باز میکردیم بچه، اشتباه از اون ور باز کردیم فکر کنم. چرا باز نمیشه؟ بیا بیرون. خب ببخشید من سرم پایین بود چون درگیر بودم واقعا با این دستگاه. یه باکس اولیه که معمولا دستگاه وپو همین جوریه. داخل این پک کابل شارژ فلت نسبتاً بد نیست ولی خیلی هم با کیفیت نیست. کابل شارژ برند گیگویب انصافاً تو دستگاهش خیلی با کیفیت تره. یه کویل آیتیو، اینم که یه رطوبت گیر بود. کویل آیتیوه بذارید بچه ببینم چند دهمه. یه کویل 5 دهمه که بیشتر برای جوس استفاده میشه. دیگه چی داره؟ یه سری دفترچه راهنما و اینا که طبق معمول هیچ کی بهش نگاه نمیکنه. خب اینا رو بذاریم کنار. این خود دستگاه انصافاً باحاله، اصلا باید حتما دستگاه رو به دست بگیرید تا متوجه بشید. دیگه تانکای این سری مگنتی نیست، خاریه، یه جور ساچمه اینجا داره مثل این ابزارهای فنی میمونه دیگه. تقریبا کامل میره تو کیپ میشه دیگه، اصلا نمیتونی درش قشنگ با فشار، یعنی بخوای دنبال لغ شدن اینجور چیزا اصلا نباش دیگه. قشنگ واقعا کیپه دیگه، در نمیاد. خب ببینیم کل پرینسال روش چیه بچه ها. من مایش رو پر کنم بذارم کنار که خیس بخوره. یه کل 1 و 2 آیتیو روشه. خب بچه ها ببینید این دستگاه پر شدنش مثل دستگاهی پادماد یا ویپ های بزرگ میمونه، مثل این پادای کوچیک نیست. همونجوری یه تانک داره، بالا با نیم دور باز میشه و مایه رو از اینجا میزید داخلش. این جعبه هم همش زیر دست ما. من اینو براتون پر کنم بذارم کنار که کویلش خیس بخوره. بریم راجع به دستگاه هم صحبت کنیم. خب دارم سعی میکنم پرش کنم. خب خوبه بسش. این قسمت بالایش هم پلاستیکی نیست بچه، فلزیه، اصلا جنسش واقعا انصافا خوب کار شده. خب بذاریمش کنار بریم سراغ خود دستگاه. من این لوازم عجله دستم دور کنم. طبق معمول همه دستگاه 5 بار دکمه‌شو میزنیم روشن میشه. یه LED اینجا داره بچه‌ها روی صفحه‌اش، حالا احتمالاً تو این تصویر بالا قشنگ بهتر بتونید. موقعی که شارژ میکنید این LED اصلا کلا دارید از این دستگاه استفاده میکنید، LED از پایین به بالا شروع میکنه نور دادن. بستگی به یه قابلیتی داشت، حالا باید دوباره تستش کنم اونجا بهتون بگم. یه قابلیتی داشت هرچی محکم‌تر کام میگرفتی این درجه کام گرفتنت روی این LED نشون میده، این نورش هی میاد بالاتر. متریال ساختش یه فلزی خیلی بی‌نظیر، توپر، اصلا محکم. رنگ روش، کیفیت رنگ روش خیلی خوبه. این چرم مصنوعی که اینجا کار شده بد نیست، نمیگم یه چیز خوب و ایدئاله. توی دستگاه لاسفب انصافا کیفیت این چرماش بهتره ولی اینم بد نیست. یه چیز باحالی که داره تو طراحی این دستگاه سیستم ایرفلو این دستگاهه. بچه اولا که نمیدونم دقیقا چجوری بهتون میگم، سلکتوریه. صداش اگه بشنوی، بذار من جلوی میکروفون بگیرم.
سلکت میکنه، یعنی بعد خیلی محدوده ایرفلوی باز و کاملا بسته، یعنی شما اگه کامل اینو ببندی هیچ جریان هوایی نداری، کیپه هیچ دریچه هوایی هم اینجا نمیبینی، یه سوراخی جایی که ازش بخواد هوا رد بشه. نمیدونم دقیقا چجوری طراحی شده، من این دستگاه رو بازم کردم ولی واقعیت پیدا نکردم کجا هوا رو میکشه. خب چیز خاصی نمیمونه، سنسور اتومات داره. بعد خدمتتون عرض کنم که 40 واته، فکر میکنم 25 واته. خب من دریچه رو کامل میبندم، ببینید کامل که بسته میشه اصلا جریان هوا نداره، کاملا به زور داره میاد. میذارم تقریبا رو وسط ها. جریان هواش کاملا نرمه، یعنی نه با فشار میاد نه، اصلا خیلی اسموسه. تمدهیش واقعا خوبه، این سری کوله آیتیو خیلی خوبه. سری آرگاس ووپا هم یه تانکای کاتریجای واسهش اومده، امتی کاتریج، میتونید از کوله آیتیو هم استفاده کنید. تو مجموعه ما هنوز موجود نشده، ان شاءالله به زودی میاد. یعنی روی دستگاه آرگاس هم میتونید در این بعد از کوله آیتیو استفاده کنید. انصافا کیفیت کویلش واقعا خوبه. خب من دریچه‌ش رو باز کنم. روی دریچه بازش نمیتونید واقعا به صورت پاد سیستم MTL ازش استفاده کنید، خیلی جریانش باز میشه، سنسورش اصلا درست نمیتونه کار کنه. شما باید جریان هوای زیادی داشته باشید، جریان هوای همه بخارا رفت تو صورتم، جریان هوای زیادی باید داشته باشید که بتونه سنسور اتومات عمل کنه. واسه این برای کویل 5 دهمش خوبه که بتونید روش جوس بکشید. حالا من یه خورده دیگه ببندمش. چیز خاصی دیگه نمیمونه واسه این دستگاه. بخوام نمره بدم توی پادمادای جمع و جور خوش دست که قابل حمل باشه و کاربردی باشه، میتونم بگم که از نظر خودم، من حالا نه رفرنسی رو واسه این قضیه مد نظر دارم نه چیزی، از نظر خودم میتونم بگم فعلا توی این رده دستگاهی این تاپ ترینشونه. از نظر خودم کیفیتش بی‌نظیره، ساختش خوبه، دستگاه نه سنگینه نه خیلی سبکه، ظرفیت باتری خوبی داره، 25 وات هم هست. یعنی برای کسایی که میخوان سبک فری بیس استفاده کنن، جوس استفاده کنن، دستگاه خوبیه. برای سال که اصلا بی‌نظیره، اصلا خیلی خوب عمل میکنه. چیز خاص دیگه ای نمیمونه. ممنون میشم که برام کامنت بذارید، لایک کنید پستای ما رو، سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدیدمون رو حتما تو اولویت ببینید، نفر اول باشید ببینید. اگر پیشنهاد، انتقاد، چیزی دارید به ما بگید، ما خوشحال میشیم. خلاصه حمایت کنید از ما، خیلی مخلصی بابا.